سفارت روسیه در تاجیکستان روز 19 آگوست سال 2023 از نجات یک گروه کوهنوردان روس در کوههای پامیر خبر داد. به اطلاع سفارت، کوهنوردان روس هنگام فتح یک قله آسیب دیده را روز 19 آگوست از قرارگاهشان در میدان مسکوین واقع در بلندی 4300 متر از سطح بر به طور عاجل به دوشنبه آورده. از این شمار کوهنوردان آسیب دیده را در بیمارستان بستری کردند. سفارت روسیه با اظهار سپاس به مقامات وزارت خارجه و حالتهای فوق‌العاده و شورای رشد توریسم تاجیکستان و به شرکت هواپیمایی سامونایر و طبیبان و نجات بخشان تاجیک گفت انجام با موفقیت این عملیات نجات با شرافت رعایت توصیه های فدراسیون توریسم ورزش روسیه از قبل درباره مسیر سفر خود خبردار کردن کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان و سر وقت درباره دچار شدن به حالت فوق‌العاده خبردار کردن سفارت میسر گردید. سفارت روسیه از همه سیاحان از این کشور که به تاجیکستان برای مشغول شدن به نوع‌های خطرناک ورزش به مثل کوهنوردی میآیند خواسته است تا دستورهای نیازهای فوق‌العاده هر دو کشور را رعایت کنند. سردار ریاست حمایت اهالی در کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان جنرال جمشید کاملزاده به خبرگزاری روسی ریا نووستی خبر داد که کوهنوردان روس 13 نفر از همگی عضو یک باشگاه کوهنوردی از شهر دژرزینسکی ولایت مسکو بوده هنگام فرآمدن از قله 4 نفر آنها آسیب دیدند. 13 کوهنورد بعد فتح قله کرژنیفسکایا پایین می‌فرآیند. در این اثنا یکی از آنها به جری افتاده جراحت برداشته است. کوهنوردان دیگر خودشان او را تا میدان مسکوین آورده سپس نجات بخشان را دعوت کردند. نقل کرده است کمالزاده. او افزود از این شمار یک کوهنورد را با قبرغه‌های شکسته، یکی دیگر را به دلیل سرد زدن و یک زن را با شمال خوردگی شدید بستری کردند. همه آنها همچنین به بیماری کوهی گرفتار شدند. حالا به آنها کمک طبی رسانیده می شود، خبر داده است جنرال تاجیک. در چند هفته آخر این علاقه پنجمین عملیات نجات کوهنوردان خارجی در کوههای تاجیکستان است. تاجیکستان با کوه و قله‌های سر به فلک خود در جهان شهرت زیاد دارد و هر سال صدها کوهنورد از کشورهای گوناگون با مقصد فتح این قله‌ها به تاجیکستان می‌آیند. کوهنوردی یک بخش عمده ساحه توریسم تاجیکستان به شمار می‌رود.